خوشحالی هوادارای تیم سپاهان. حرکت برونو سزار جو برای ارسال داره. خود سزار میتونه در اون پاس بده برای سید صالحی که این کار رو انجام میده. خود سزار و توی دروازه برونو سزار. سپاهان 4 مس کرمان 3 و خوشحالی زیبای یاران سپاهان. برونو سزار سومین گل خودش رو برای سپاهان در این فصل به ثمر میرسونه و 4مین گل سپاهان در این مسابقه رو با هم ببینیم. صحنه گل رو، حرکت پا به توپ خوب برونو سزار با اینکه توپ رو گم کرد ولی از 3 بازیکن به زیبایی عبور کرد و با نوک پای خودش گل 4م سپاهان رو به ارمغان میاره. یک بار دیگه هم ببینیم صحنه گل رو که زیباییش این بود که از 3 بازیکن مس این بار به بیرون رو. با هم ببینیم صحنه گلی که برونو سزار به این صورت به زیبایی در بین 3-4 بازیکن مس کرمان عبور کرد و به گل 4م سپاهان تبدیل کرد. در بازی همزمان هم تیم نفت تهران 1-0